سلام و احترام به همه شما. از خود کعبه، از شهر مقدس مکه با شما صحبت میکنیم. تنها سخنی که در این لحظه به زبان انسان میآید شکر است. شکر که ما توانستیم حج فرضی را پورا انجام دهیم. حدودی بیشتر از 3 هفته ای که ما در اینجا بودیم، من اساساً تلاش کردم که از رسانه ها، از همه گونه عکسگیری، نوارگیری، مصاحبتی، شبکه‌های اجتماعی، پست ماندن و غیره و غیره دور باشم. اساساً به اجرای عبادت و اجرای تمام مناسکی مقرر شده حج مشغول باشم و همچنین به خدمتگزاری که برای حاجیان پیش بینی شده است. و همین لحظه که من گپ میزنم الکی بعد از انجام تمامی مراسم حج است که تقریبا 1 ماه ما انجام دادیم. فقط برای تاریخ، برای دوستان همین چند سخن رو میگم. در این هفته ها در کنار اون که زیارت کردیم، عبادت کردیم، همیشه دعا میکردیم گرد این حرم پروانوار دور زده دعا میکنیم در حق دوستان، در حق اویلا، در حق مردم خوبی کشورمون، در حق دولتمون، در حق جمهوری تاجیکستان. و شاید کسی پرسد که ما گفتیم حجی معنوی میکنیم، چرا باز برای تاجیکستان دعا میکنیم؟ من میخوام بگم که تاجیکستان برای ما سیاست نیست. دعا کردم برای تاجیکستان برای من شخصا کاری سیاسی، کاری ایدئولوژی، کاری تبلیغاتی نیست، بلکه تاجیکستان این همه چیز ما است، وجود ما. تاجیکستان این بزرگترین ثروت ما، بزرگترین نعمت ما. همون گونه که درباره فرزند خود، درباره خانواده خود، درباره پدر و مادر خود صحبت میکنیم، درباره تاجیکستان هم همین گونه همچنین مفهوم نزدیک دعا میکنیم. بنابراین من در این سفر یک لحظه بسیار خاصی را درک کردم که بدون تاجیکستان نه تنها ما در جهان هیچ کس نیستیم، بلکه بدون وطن، بدون بی وطن، بی شهروندی، بی ویزا ما حتی به خانه خدا اجازت وارد شدن نداریم. به خانه خدا هم تنها با شناسنامه تاجیکستان برای ما. بنابراین همین برگه هایی که در گردن ما آویزان است با حرفای کلان جمهوری تاجیکستان نوشته شده است، همین نام ما در حج همین است. یعنی نام ما اینجا تاجیکستان است. ما را همچه تاجیکستان میشناسم و هر وقتی که همین را نشان میدیم اینجا راه برای ما به خانه خدا گشوده است. بدون همین نام تاجیکستان ما را حتی به خانه خدا راه نمیدیم. بنابراین این یک مفهوم، یک سطح بسیار ظریفی مسئله است که من در این سفر احساس کردم. و همچنین همین دستبندی که در دست ما هست، در او نام جمهوری ما، خوابگاه ما نوشته است. حتی مرده ما را از روی همین میشناسند. بنابراین اینجا نام زنده مون هم تاجیکستان است، نام مرده مون هم تاجیکستان است، همه چیز ما تاجیکستان. از این رو درباره تاجیکستان دعا کردن مثل درباره خود دعا کردن، درباره پدر و مادر خود، درباره خانواده خود، درباره عزیزان خود. یعنی مفهوم وطن از مفهوم وجودی ما، از هویت ما جدا نیست. بنابراین بار دیگر میگم که دعا برای تاجیکستان در حج یه عمل سیاسی نیست، این عمل معنوی، عمل انسانی است. حج این یک همایش، یک فستیوال بزرگی خلقای ملت است. در این بین 2 میلیون 3 میلیون نفری که در مراسم حج شرکت میکند، در پیشانه هر کس، در بیجی که هر کس، در لباسی هر کس نام کشورش نوشته شده است. و از این رو در رفتار هر یکی ما، در فرهنگ هر یکی ما سیمای ما کشور نمایان بشد. و من با خوشحالی، با افتخار میتونم بگم که حاجیان تاجیکستان در بین سیلی یا دریای حاجیانی که اینجا در 1 ماه ما همراهشان بودیم با بسیار صفت‌های خوبی خود فرق میکنند. تاجیک یک ملت پاکیزه، یک ملت
حوزه، یک ملتی با ادب، یک ملتی که سخنش، عملش، رفتارش بسیار فرق میکند. یعنی او فرهنگ ازلی که ملت تاجیک دارد اینجا من در هر قدم احساس کردم و خوشبختانه چیز دیگری که ما در این سفر احساس کردیم این بود که حاجی تاجیک امروز صاحب دارد. این مفهوم بسیار مهم است، زیرا ما بسیار حاجی های دیدیم که سرگردان به سرنوشت در خیابان ها خوابند، در مسجد ها خوابند، در زیر پول ها خوابند. شما دیدید از اخبارو که حدودی 2000 حاجی وفات کرد. بسیار از اینا در شرایطی وفات کردند که سایبان بالای سرشون نداشتند. البته بعضی نکته های برای بهبودی کار بود که ما با مسئولین بخش دین توصیه کرده. من باور دارم که بازم بهتر میشد، اما همین که تا امروز توانستن این روند رو به یک نظم درآورد و حاجی تاجیک از نظر حقوقی، از نظر امنیتی، از نظر طبی و بهداشتی، از نظر برنامه حمایه شده است و در یک چارچوب می آید، همچون ملت صاحب دولت، صاحب قانون میاد حجش فریضه‌اش انجام میکرد میرود. این 7000 نفر رو آورده در اینجا یک ماه نگاهبین کرده و بردن. این خودش یک کاری بسیار بزرگ است. دیگر مسئله ای که من درباره میخواستم اشاره کنم این است که انسان در این فرصت یک ماه امکان می‌یابد که زندگی خود رو ورق گردون کند، اعمال خود رو بار دیگر سنجد و بها دهد که چی کار کرد چی نکرد. من تنها چیزی گفتن هستم این است که شاید من در این 50 و چند سال حیات خود کسی رو رنجانده باشم، کسی رو زور داده باشم. در نزد خانه خدا از همه اینا عذر خواستم و امروزم از هر کسی که من در زندگیم رنجانده باشم صمیمانه عذر میخوام، زیرا من شاید با کسان اختلافی نظری سیاسی داشته باشیم، اختلافی دیدگاه اجتماعی داشته باشیم، لیکن من در همین جای مقدس اعلان میدونم که با کسی دشمنی شخصی، بدبینی شخصی در سطح انسانی، در سطح فردی من ندارم و کسایی که اگر رنجش از من داشته باشن از دلاشو تازه کنن، زیرا انسان همون وقت قانع میگردد که در باطن خود یک پاکیزگی، یک رستگاری رو احساس کند. در نهایت چیزی رو که نمیتوانم اون رو نگویم این است که در همین یک ماهی که ما بیرون بودیم مشغول این عبادت و این خدمت و این مرحله بودیم، در فضای اطلاعاتی کشور، در فضای فکری کشور، در فضای سیاسی کشور بعضی روندها، بعضی صحبت‌ها، بعضی بحث‌ها رخ دادن. از جمله بعضی کسانی پیدا شدن که این کشور زیبای ما را، این جامعه بهترین ما را طعن زدن، تهمت‌ها زدن، کسایی که حقوق معنوی کار را نداشتند. بنابراین من در هر سخنرانیم سال‌هاست که جواب این افراط و تفریط را، جواب این گونه جهان بینی، ولی میخواستم که این حرم، این کعبه، این عبادتگاه برای ما همچون محیطی معنوی، جای معنوی باقی ماند و در اینجا در این باره گپ نزنیم. مقرراتی این کشور هم طلب میکند که در مراسم حج، در روند حج هیچ گونه اظهار نظر سیاسی، اظهارات سیاسی، ایدئولوژی کسی نکند و ما هم همچون یک شهروند قانون پسند مقررات کشور رو پورا رعایت کردیم. بار دیگر با دعای نیک در حق مردم تاجیکستان، با دعای نیک در حق این کشور بهشتی ما، با دعای نیک در حق هر یک شما من این صحبت رو تمام میکنم. خود تشکر.